بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، انشاءالله همه شما خوب هستین و ما و شما در درس امروزی کتاب شرح کتاب اصول سیگانه و دلایلش ما و شما میخونیم و این کتاب که هست از جمله کتاب های بسیار مهم هست. این شیخ محمد تمیمی رحمه الله تألیف کرده، کتاب را به نام الاصول الثلاثه یا ثلاثه اصول، و ما این کتاب شرح کردیم، به ترجمه کردیم و به زبان فارسی دو قسم شرح کردیمش که یکی شرحش مختصر است و یکی شرح مفصل هست. شرح مختصر از این کتاب که ما کردیم است که مثلا درس را ما شروع میکنیم و بعد از این که این درس ما و شما شروع میکنیم، البته شرح مختصرش در متن کتاب هست که در جاهایی که ضرورت شده ما این را شرح کردیم و شرح مفصلش باز در حاشیه او را ما ذکر کردیم. مثلا در حاشیه کتاب اگر شما ببینین، در اینجا باز این شرح مفصل همی کتاب هست و در راجع به کتاب و راجع به مؤلف و دیگه موضوعاتی که اینجا هست. و شما چون نوجوانا هستین و کتاب به شکل ابتدایی میخوانین، از این خاطر بر شما در درسی که شروع میکنیم همی متن است و شما با شرح مختصرش میخوانیم که وقتی انشاءالله باز یاد گرفتین، باز اگر در صنفای بلند شما به خیر رسیدین، باز اونجا ما و شما باز میشه که شرح مفصل از این بخوانیم، مثل که همین قسم خوانده میشه. شما بسم الله الرحمن الرحیم. ما و شما درس اول خود شروع میکنیم. در درس اول که است این عالم پیش از این که اصول ثلاثه را شروع بکنه که باز ما و شما سرش بحث میکنیم، پیش از اصول ثلاثه این عالم سه مقدمه را در همین کتاب خود بیان میکنه که اولش مسائل چارگانه هست. این مسائل چارگانه هست که در این مسائل چارگانه انشاءالله تعالی این مقدمه اولش هست و در این مقدمه که مسائل چارگانه هست، در اینجا چهار مسئله را بیان میکنه که این بسیار برای یک طالب العلم بسیار مهم است. پس شما وقتی که نوجوانا هستین و این کتاب شروع کردین انشاءالله تعالی، این بسیار کتاب آسان است و بسیار کتاب مختصر هست و بر شما بسیار ساده هست. اول باید چهار مسئله را باید بفهمین و این اساس است برای همه ما و شما. این چهار مسئله چی است؟ یکی آموختن علم است و دومش عمل کردن به علم هست و سومش دعوت به است و چهارم صبر در مصیبت هست. این انشاءالله کلتان میفهمین که اول بالای انسان فرض است که چی را بفهمم؟ فرض است که ما و شما باید علم داشته باشیم. این سر ما و شما فرض است. و او کدام علم است که اینجا سر ما و شما سر مسلمان ها فرض است؟ یکی خود علوم عقیده هست که مثلا شناخت الله سبحانه و تعالی و شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم و شناخت دین اسلام. این بالای هر مسلمان، پسر، دختر، مرد، خانم، سر کلگی، انجینیر باشه، دکتر باشه، متعلم باشه، محصل باشه، سر کلگی این آموختن برای یک مسلمان این علم فرض است. باز مثلا اینی که تخصص میگیره و مثلا کیمیا میخوانه و فیزیک میخوانه، ساینس میخوانه یا ریاضی میخوانه یا طب میخوانه یا مثلا علوم دیگه کامپیوتر میخوانه، باز دیگه علومی هست که اونا باز نظر به تخصص حکمش فرق میکنه. متوجه هستین؟ پس عالم و شما اولین نقطه که عالم میگه آموختن علم بالای ما و شما چی هسته؟ این فرض هست که اول باید ما علم داشته باشه. و دوم چیز نقطه که هست او چی هست؟ او عمل کردن به او علم است. به خاطر از اینکه اگر مثلا یک نفر یک علم یاد بگیرن
و به او عمل نکنه مثل علمای بنی اسرائیل وارد در مغضوب علیهم داخل میشه. در چی داخل میشه؟ در مغضوب علیهم داخل میشه که باز غضب الله سر از انسان نازل میشه. و چرا اونا مغضوب علیهم بودن؟ به خاطر ازی که اونا علم داشتن لکن به علم خود عمل نمیکردن. آنچه که علم برشان میگفت خوب علم یاد داشتن لکن به ضد از او میکردن. از این خاطر الله بر ما شما رو معرفی کرد که مغضوب علیهم است. دمی سوره فاتحه که شما شروع میکنین در قرآن عظیم الشان میگن که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در این مردم اگر شما دیده باشین به سه بخش تقسیم میکنن. یکی منعم علیهم است. منعم علیهم کی میگن؟ کسایی که منعم علیهم یعنی کسایی هستن که او را انعمت علیهم که گفته شده است. انعمت علیهم یعنی اینا منعم علیهم هستن. نبیین هستن، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اینا که هستن یا منعم علیهم هستن. دوم طایفه که در قرآن معرفی کرده مغضوب علیهم است. مغضوب علیهم کی است؟ کسایی هستن که بالایشان غضب شده هست. و سومش ضالین بیان کردن، کسایی که گمراه هستند. این حالا اگر از شما کسی پرسان کنه که خب حال شما ایره فهمیدین که یکی مغضوب منعم علیهم است، یکی مغضوب علیهم است، یکی ضالین هست، پس چی فرق است بین ارسی از اینا؟ بین منعم علیه و منعم علیهم کسایی که سرشان نعمت شده هست و مغضوب علیهم سر کسایی که غضب شده هست و ضالین، بین از اینا چی فرق است؟ شما فرقش باید ببینید که در بین از اینا فرقش همه قدر هست که منعم علیهم کسایی هستن که هم علم یاد میگیرن، هم علم دارن و هم عمل دارن. اینا منعم علیهم هستن. منعم علیهم یعنی هم علم دارن، چی دارن؟ علم دارن و هم به مطابق علم عمل میکنن. پس این منعم علیهم هستن. مغضوب علیهم کی هستن؟ مغضوب علیهم کسایی هستن که علم دارن لکن عمل ندارن. پس اینا کی هستن؟ اینا که عمل ندارن. اینا چی هستن؟ اینا عمل ندارن. پس اینا چی هستن؟ مغضوب علیهم، الله سرشان غضب کردن. و ضالین که میگن کسایی هستن که علم ندارن. چی ندارن؟ علم ندارن لکن عمل مطابق چی میکنن؟ مطابق همو فکر خود. مطابق فکر خود مثلا هر چی که در دلش آمد میگه در دین هست. اینا یا ضالین و گمراه هستن. مغضوب علیهم کی بودن؟ علمای یهودی بودن که خوب علمای بزرگ بودن لکن مطابق علم عمل نکردن و ضد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ضد قرآن استاد شدن. خوب میفهمیدن که پیغمبر الله است، خوب میفهمیدن که قرآن حق است لکن چی میکردن؟ اینا با علم خود عمل نمیکردن. ضالین کی بودن؟ ضالین نصرانی ها بودن که اونا چی میکردن؟ اونا علم نداشتن، میرفتن در غاره های کوه استفاده خو میکردن و در چی میرفتن؟ ازدواج نمیکردن و بسیار چیزا. اینا را الله متعال مغضوب علیهم ضالین گفتن، گمراه گفتن. چرا؟ اینا بدعت ها را از دل خود چیزای نو جور میکردن، اینا در دین داخل میکردن. اینا در بین ما و شما اگر کسی علم حاصل کرد و به علم خود عمل کرد او در صف منعم علیهم قرار میگیره. ان شاء الله ما و شما را الله متعال در صف نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین در روز قیامت حشر بکنه که پشت سر از ما روان باشیم و اونا که به طرف جنت میرن ما و شما هم به جنت الله بریم. طایفه دوم کی هستن؟ مغضوب علیهم هستن. مغضوب علیهم کی هستن؟ هر کسی که از بین ما و شما علم یاد بگیره لکن به می علم خود عمل نکنه با سر از غضب الله نازل میشه. الله متعال ما و شما را از این نگاه بکنه. و ضالین کسایی که مثلا علم نمیفهمه، قرآن و سنت نمیفهمه لکن به بدعت ها مبتلا هستن. اینا باز کی هستن؟ اینا کل بدعت ضلاله در جمله ضالین حشر میشه. اینا هر کس میفهمه که خودش باید چی کنه؟ باید بفهمه که مثلا مدى کدامش باشن. پس اینا 4 مسئله اساسی. اول مسئله چی شد؟ علم شد. دومش چی شد؟ عمل به مو علمی که تو یاد گرفتی. علم چی است؟ علمی که الله را بشناسی، علمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بشناسی و علمی که اسلام را بشناسی.
این حال که شناختی مطابق اونمو علم، مطابق به قرآن الله و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و به دین اسلام عمل بکنی. این دوم شد. سوم چی هست؟ دعوت به این هست. سوم نقطه چی هست که دعوت بکنی. چه قسم؟ همین چیزی را که تو یاد گرفتی مکلفیت چی هست که باید به مردم دعوت بکنی. یعنی تو نیست که مثلا علم یاد گرفتی خودت عمل بکنی بگویی که من را به دیگران چی. نه، باید انسان مسلمان سوم فرض سرشمی هست که باید چیز را که یاد گرفت برای دیگران هم اینه برسانه. خودش نگویه که من در جنت برم دیگران در دوزخ برم، اون باز الله به جنت رو نمیگذارم. چهارمی صبر در مصیبت است به خاطر دعوت. این حال چهارمی نقطه فرض چرا هست؟ به خاطر ازی که وقتی یک انسان دعوت به طرف دین الله میکنه، به طرف قرآن و سنت و شناخت الله و شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم، شناخت اسلام به شکل حقیقیش کردین، حتما یک کس بر شما مصیبت میرسانه، یا به زبان یک گپ بد براتان میگه، یا دشنام میته، یا مثلا بسیاری مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم و دیگه صحابه که به خاطر دین اسلام مثلا رسول الله هم دندانایش شکستاندن و رسول الله صلی الله علیه و سلم سرش مثلا کفاندن، خون جاری شد و همین قسم مثلا از خانهش کشیدنش و بالاخره از شهرش کشیدن و بالاخره مجبور شد که هجرت بکنه به مدینه منوره. اینی هستم. پس اینال چیز دیگه که برای ما و شما هست که این وقتی که صبر میکنی باید در مصیبت ها چی بکنی؟ در دعوت وقتی که بر مصیبت رسید صبر بکنید. دیگه بازو تو نیست. مثلا بعضی کسا وقتی که دعوت شروع کرد اگر یک کمک که برش مصیبت رسید فرار میکنن. نه، این خو در دین و در دعوت امی قسم هست. وقتی که تو واجب انجام میتی بلان سر تو سختی ها و مشکلات میایم. وقتی که سر رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی نازل شد، خب رسول الله صلی الله علیه و سلم بی خدیجه کجا برد؟ خلطان در سیرت خواندین که خانه ورقه بن نوفل بردش و ورقه بن نوفل یک عالم اهل کتاب بود. این عالم اهل کتاب ورقه بن نوفل بر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ ای که قصه را کرد و قصه شما در سیرت خواندین، ما و شما میخوایم از یک درس بگیریم. وقتی که ورقه بن نوفل قصه رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید، فهمید که این آخرین پیغمبران است، به اساس که در کتاب‌های از اینا اهل کتاب بود، عالم بود، میفهمید در کتاب‌هایشان نوشته شده بود که آخری پیغمبرامه و در این منطقه در اینجا و این علاماتش است. این ورقه بن نوفل فهمید که این آخرین پیغمبر است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که تو خو خفه نباش، جگرخون نباش، تو انشاءالله رسول الله هستی، رسول الله هستی و الله تعالی انشاءالله تعالی این مقام بزرگ برش داده. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که برش خبر داد که تو رسول الله هستی، باز به رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت ورقه بن نوفل؟ برش گفت که کاش که امو وقتی که قوم تو را از مکه میکشن، این خود کتابا خوانده بود که بازی قومش اذیت میکنن و اصحابش میکشن و اصحابش لط میکنن و خودشان مجبور میسازن که بالاخره تصمیم میگیرن که خودشان به شهادت برسانن. اینال باز مجبور میشه که چی کنه؟ هجرت بکنه. اینجا بود که میگه وقتی به رسول الله صلی الله علیه و سلم ورقه بن نوفل گفت که کاش که امو وقتی که قوم تو را میکشن از قریه تو از این منطقه، کاش که من امو وقت میپوستم که زنده باشم که به امرای تو کمک بکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که شما سیرت خواندین که رسول الله صلی الله علیه و سلم 9 چیز داشت، 9 کاکا داشت. 9 کاکا داشت. پدر ازی فوت کرد، 9 کاکا داشت. این کاکاهای ازی بسیار بر ازی احترام میکردن. پدر کلان ازی بر ازی بسیار احترام میکردن. حتی وقتی که خرد بود در دارالندوه که مرکز قانونی قانونساز یا مرکز فیصله های قریشی ها بود، اینجا پدر کلان ازی رئیس ازی بود. باز دیگه که بچهای جوان رفتن نمیتونستن، نوجوانا و جوانا و حتی اینا رفتن نمیتونن. کلان مردمایی که خوب کلانای قوم بودن و ریش سفیدا بودن و اینا در اونجا داخل میشدن. دیگر ها کلگی اون بیرون میبودن. لکن از محبتی که ابو عبدالمطلب پدر کلان رسول الله صلی الله علیه و سلم به ای داشت، برازی اجازه میدادن که در مخورترکی حتی محمد قرار دارالندوه کت پدر کلان خود میشیشت و کسی را غرض نمیگرفت. اینال کاکاهایش هم برازی بسیار احترام میگردن، چون این یتیم بود. کاکاهایش، عمهایش، قومش، مردم
برای از بسیار احترام میکردن. حتی وقتی که 25 ساله شد، بهترین خانمی که بسیار خانم مالدار و خانم با همه چیز بود، این دمی وقت به رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد ازدواج کرد. خلاصه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که شنید از ورقه بن نوفل، گفت این قوم که قدر مرا احترام میکنن و دوست دارن، اینا مرا میکشن. رسول ورقه بن نوفل برش گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا این سنت انبیا هست، این طریقه پیغمبرها هست که وقتی دعوت میکنن حتما اذیت برشان میرسه. و برای تو هم همین قومی که تو را بسیار دوست دارن، وقتی که توحید گفتی، عقیده توحید بیان کردی، راه راست و مستقیم بیان کردی، اینا چی میکنن؟ وقتی که برشان گفتی که لا اله الا الله، برای اینا گفتی که معبود حقیقی الله هست و بغیر از الله باید به کسی دیگه عبادت نکنین، و دیگه ایدار ندوه را نفی کردی، گفتی که این قانون سازایی که دروغ قانون جور میکنن یا طاغوت هستن و باید یارم نفی بکنی و فقط بگویی که مستحق عبادت الله هست و تعیین کننده احکام و شریعت الله هست، دیگه کسی دیگه نه مستحق عبادت است نه مستحق اطاعت هست. بازیا کلشان در مقابل تو میخیزن و میگن که اوه، با بالاخره به اندازه تو اذیت میگن که با سر از این منطقه میکشن. از این خاطر در اینجا ما و شما 4 مسئله رو باید بفهمیم. 4 مسئله رو بفهمیم که اول سر ما فرض است که چی کنیم؟ علم داشته باشیم. دوم سر ما فرض است که به این علم عمل بکنیم. سوم سر ما فرض است که به این علم که یاد گرفتیم و خود ما عمل کردیم دیگران را دعوت بکنیم. و چهارم سر ما فرض است که ما در مصیبت ها چی بکنیم؟ صبر بکنیم. خب آل مؤلف رحمه الله در آغاز کتابش 3 مقدمه را بیان میکنه. مقدمه اول چی است؟ یاد گرفتن چی است؟ مسائل 4 گانه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم 4 مسائل. این عالم چی میگه؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، میگه بعد از میگه که اعلم، خوب بفهم، علم حاصل بکو. رحمك الله، الله والای تو رحم بکنه. یعنی این وظیفه استادا هست که هر استاد وقتی که برای شاگردای خود درس میده، ما وقتی که درسم داخل میشه میگم السلام علیکم و رحمت الله. چرا میگم سلام؟ به خاطر سلام دعای سلامتی و رحمت است. و استاد اینجا وقتی برای شاگردای خود میگه ای شاگرد من، خوب علم یاد بگی، الله سرت رحم بکنه. رحم الله چی است؟ هر کسی که الله مستحق رحمت خود گردانید، یکی خود نعمتهای الله عام است، مثلا بر ما چشم و دست و پای و بدن و اکسیژن و تمام میوه‌جات و نباتاتی گپا را دادن. یکی رحمت خاص الله سبحانه و تعالی هست که او را چی است؟ که او را انسان علم نصیب میکنه. این عالم میگه که رحم کنه الله سبحانه و تعالی بالای تو نوجوان که این کتاب شروع کردی، علم یاد بگی که چی است؟ یجب علینا، بالای ما واجب است تعلم 4 مسائل که باید ما چی داشته باشیم؟ 4 مسئله را باید یاد بگیریم. این 4 مسئله را که برای ما و شما میگه ایره یاد بگیریم، مسائل 4 گانه چی است؟ مسئله اولش بیان میکنه که آموختن چی است؟ آموختن علم هست. الاولا هی العلم، اول چی است؟ این علم است. و هو، همین علم چی است؟ میگه معرفت الله، معرفت الله هست، و معرفت نبیه، و معرفت نبیش رسول الله صلی الله علیه و سلم است، و معرفت دین الاسلام بالادله، و شناختن دین اسلام با دلایلش است. پس نقطه اول ما و شما این عالم برای ما میگه که اول چیزی که تو یاد میگیری چی است؟ علم است. علم چی هست اینجا؟ علم شریعت که بالای هر انسان فرض عین است، کلگی باید این یاد داشته باشه. او چی است؟ و هو معرفت الله و معرفت نبیه و معرفت دین اسلام. الله را بشناسی و رسولش را بشناسی صلی الله علیه و سلم، و دین اسلام بشناسی و با دلایلش هم کوشش بکنی یاد بگیریم. این حالا از این درس ما و شما کلمه درس میتونم ببینید، درس خود ما بسیار رو تا عامیانه گپ میزنم.
چرا عامیانه گپ میزنم؟ چرا مثلا بسیار ساده گپ میزنم؟ به خاطر ازی که این درس ما و شما را اگر مثلا از طریق مسائل مجازی که حالا ثبت میشه، مثلا اگر این درس ما و شما را مثلا یک طفل بشنوه، این درس ما و شما را یک نوجوان بشنوه، یک خانم بشنوه، یک انسانی که مثلا این سواد نداره بشنوه، این درس یاد میگیره، میفهمه، حداقل گوش میگیره، میفهمه که 4 مسئله برای ما فرض است، لازم است. اولش چی است؟ معرفت علم است. علم چی هست؟ علمی که مربوط به شریعت میشه چی است؟ معرفت شناخت الله هست و شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم و شناخت دین اسلام است، با دلایلش که مثلا دلایلش هم که در قرآن و سنت هست. خب مسئله دومی چی هست؟ مسئله دومی عمل به آن علم است. دوم نقطه که مثلا چی هست؟ الثانیتو، یا علم چی میگه؟ الثانیتو العمل به، میگه دوم چی هست؟ عمل کردن به این هست. مسئله سوم چی هست؟ میگه دعوت به این علم است. مسئله سومش دعوت به این علم است. چی است؟ الثالثه الدعوه الیه، میگه سومیش چی است؟ دعوت به می علم هست. و مسئله چهارم چی هست؟ صبر است. میگه الرابعه الصبر علی الاذى فیه، الصبر علی الاذى فیه، یعنی میگه وقتی که تو دعوت کردی پس اذیت میگن، یعنی با صبر میکنی به اذیتی که زبانی باشه یا با دست باشه یا به هر شکل باشه، به خاطر امی دین الله تو چی میکنی؟ صبر میکنی. پس این 4 مسائل بیان شد. خب عالی عالم میگه که این 4 واجب که ما و شما گفتیم 4 چیز واجب است، 4 چیز بالای ما فرض است. خب میگه بعد از اینکه امی عالم ذکر میکنه، مثلا چی ذکر میکنه؟ بعد از اینکه ذکر این 4 واجب کرد، دلایل هر کدام را بیان میگه. چی میگه؟ میگه الادله. خب میگه دلیل چی است؟ و دلیل قوله تعالی، میگه دلیل ای قول الله هست. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اینا والعصر متوجه باشین. میگه دلیلش چی است؟ همین 4 چیز میگه این در والعصر است. والعصر قسم است. الله متعال میگه به عصر. عصر یا زمان هست، یا وقت نماز عصر است، یا نماز عصر هست. یعنی الله متعال به چیزهای بسیار مهم قسم میخوره. ولی متوجه باشین که ما و شما که اهل علم هستیم، بغیر از الله اول خود قسم نمیخوریم. قسم خوردن ناق قسم خوب نیست. اگر کدام وقت مجبور میشیم که قسم بخوریم، پس چی میگه؟ با چی قسم باید بخوریم؟ به نام الله ما حق داریم که قسم بخوریم، دیگه به چیز دیگر نه، به نام پیغمبر یا به نام پیر و به نام عالم و به نام بسر و این قسم دیگه باید به دیگه چیزها قسم ما و شما حق نداریم. اما الله که رب العالمین هست، او حق داره که به هر مخلوق خود، به هر چیزی که بهش ارزشمند است قسم یاد بکنه و برای ما و شما موضوع خوب اما جدی بفهمانه. یعنی وقتی که الله متعال قسم یاد میکنه که ما و شما باید به این موضوع بسیار دقیق باشیم. الله سبحانه و تعالی میگه که والعصر ان الانسان لفی خسر، یقینا که انسان در چی هست؟ در زیان و نقصان است. در چی نقصان هستیم ما؟ سعی کنیم هر روز وقتی که ما و شما صبح حرکت میکنیم تا به شام، اما تا حرکت میکنیم، نقصان در چی میه؟ نقصان در عمر ما میه. همین وقت ما و شما اگر چند میلیارد ثانیه هم باشه، همین میلیاردها روزانه، همین تو ثانیه، پس کلش همین عمر ما چی شده میره؟ کم شده میره. در نقصان هستیم یا در چی هستیم؟ در نقصان هستیم. بالاخره وقتی که یونتای عمر ما خلاص شد چی میشه؟ میریم در قبر. متوجه هستین؟ قبر جای چی هست؟ جای خساره هست، سختی هست. اونجا مثلا عذاب هست، سوال منکر و نکیر هست، عذاب قبر هست، بالاخره باز بعث هست، بالاخره باز قیامت هست و عذاب برزخ و عذابهای مختلف هست. اینا الله متعال میگه که انسان در زیان است مگر کسی که 4 صفت داشته باشه. این 4 صفت چی هست؟ اول ایمان داشته باشه. آمنو. ایمان چه وقت انسان حاصل میکنه؟ وقتی که ایمان بفهمه که ایمان چیز مفید است. علم به ایمان، وقتی که ایمان فهمیدی، علم حاصل کردی به
بالاخره تو ایمان حاصل میکنی. کسایی که جاهل هستن اونا قرآن هم رد میکنن، پیغمبر هم رد میکنن، الله را نمیپذیرن، دین هم نمیپذیرن. پس اولین چیزی که سبب نجات انسان میشه ایمان است. و ایمان با چی حاصل میشه؟ که تو علم داشته باشی، بفهمی که الله سبحانه و تعالی خالق کائنات است، و بفهمی قرآن کلام الله است، و بفهمی که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است. پس اینجا الا الذين آمنوا، این دلیل اولش، و عملوا الصالحات، اعمال صالحه. سیکو اول ایمان شد، دوم اعمال صالحه شد، سوم تواصوا بالحق شد، چهارم تواصوا بالصبر شد. این 4 چیز بیان شد. خب حالا شاید یک کسی بگه که در اینجا خود ایمان ذکر شد، اعمال صالحه ذکر شد، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر ذکر شد، اینجا خود علم ذکر نشد. این عالم میگه که قال الشافعی، میگه امام الشافعی رحمه الله میگه لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السوره لكفتهم. امام الشافعی رحمه الله میگه اگر الله متعال بر زمین مردم بغیر از این سوره نازل نمیکرد، یعنی در کل قرآن تنها همین سوره را برای مردم روان میکرد، برای انسان فامیده و هوشیار همین کفایت میکنه. چون سوره والعصر که بسیار موضوع مفاهیم میده که تو در زیان و نقصان هستی، خلاصی در چی است؟ خلاصی در نمی 4 چیز است. این 4 چیز در وجود داشته باش، تو از عذاب الله خلاص میشه. ایمان داشته باش، آنچه که اعمال صالحه بکو و مردم دعوت به حق بکو، و مردم و خودت هم صبر بکو و دیگران را هم دعوت به صبر بکن. خب این شد سخن امام شافعی رحمه. خب شما گفتین که در اون سوره خب مثلا شاید کسی بگه در اونجا علم ذکر نشده، میگیم که خب در آیات دیگه قرآن علم ذکر شده هست. مثلا میگیم که امام بخاری رحمه الله، قال البخاری رحمه الله بابون، در کتاب خود میگه بابون العلم قبل القول والعمل. چی معنی؟ امام بخاری رحمه الله میگه که العلم، اول باید علم. میگه باب کسی دروازه است، باب دروازه رو میگه در کتاب، باب اول و فصل، باب میگن و فصل میشه. اینال وقتی که اول داخل میشی میگه چی هست؟ العلم بابون. این میگه یک دروازه بسیار بزرگ است. چی هست که در این اتاق که تو داخل میشی العلم قبل القول والعمل. مهمترین نکته میگه برای تو چی هست؟ علم است قبل از قول و عمل. چی معنی؟ معنیشی است که برای ما و شما میگه شما طلب علم، ای نوجوانای عزیز، پیش از اینکه تو گپ بزنی در دین، پیش از اینکه در دین گپ بزنی، پیش از اینکه در دین عمل بکنی، اول باید علم داشته باشی. در غیر از او اگر تو در یک چیز دینی بدون علم گپ میزنی، هم خود گمراه میکنی و هم دیگرها را گمراه میکنی، در صف ضالین قرار میگیری. مثلا یک نفر میخواد نماز بخوانه، پدر بر بچه خود میگه پسرم نماز بخوان. پیش از اینکه برای پدر و مادر هوشیار، پیش از اینکه برای اولاد خود بگن که نماز بخوان، اول برای نماز یادش میدن. برش میگن که بچه بشی نماز، یعنی قسم است که یعنی قسم نیت نماز هست که وقتی انسان نماز میخوانه باید اول استاد شود، تکبیر تحریمه گفته میشه، الله اکبر گفته میشه، بعد از اون مثلا دعا خوانده میشه که یا سبحانك اللهم را میخوانی، یا دعای دیگه هست که اللهم باعد بینی و بین خطایای. این هست حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است. بعد از اعوذ بالله میگی، بعد از بسم الله میگی، قیام میکنی، یک سوره را میخوانی، سوره فاتحه را میخوانی، باز یک سوره دیگر را میخوانی، باز الله اکبر میگی، بر رکوع میری. اینال پیش از اینکه برای اولاد خود بگویه که نماز بخوان، پس کسی که میخواد نماز بخونه اول باید نماز یاد بگیره. یاد گرفتن نماز یه علم شد. علم نماز خواندن یاد گرفتی، عالم میخیزی سر جای نماز استاد میشی و نماز میخوانی. روزه یک کسی میخواد روزه بگیره، این علم روزه را باید داشته باشی که روزه چه وقت فرض است، در ماه مبارک رمضان است، از چه وقت شروع میشه. از طلوع فجر صادق باید تو روزه را شروع بکنی تا چه وقت؟ تا وقتی که آذان مغرب میشه، آفتاب غروب میکنه، و در این جریان باید چی نکنی، چی را نخوری، چی را ننوشی، چی کارا را کرده میتونی، چی کارا را کرده نمیتونی. این کلا بعد از این تو روزه میگیری. اینال این علم از قبل از سخن گفتن و قبل از عمل کردن. همین قسم وقتی در مسائل اعتقادات، در ایمانیات، در اسلام، در
فهم الله، در شناخت الله، در شناخت رسول الله صلی الله علیه و شناخت اسلام، اول باید چی کنی؟ علم داشته باشی، بعد از اون گپ بزنی. این حالا اگر یک کسی مثلا در این باره گپ میزنه، درباره الله گپ میزنه، یا درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم گپ میزنه، یا درباره دین اسلام گپ میزنه، یا درباره احکام اسلام گپ میزنه، علم نداره، ایوازی که او فایده بکنه، خود هم گمراه میسازه، دیگرها را هم گمراه میسازه. از دل خود هر چیز گفته میره. خب اگر هر کسی از دل خود در دین گپ بزنه، پیغمبر بر چی آمد؟ قرآن برای چی آمده است؟ 23 سال جبریل امین علیه السلام چرا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم می آمد و احکام بیان میکرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مردم ذره به ذره مثلا کل چیزا را، کل دین برشان تشریح میکرد، الله را برشان معرفی کرد، خدا برشان معرفی کرد، وظیفه خدا برشان معرفی کرد و دین اسلام برشان معرفی کرد. این حالا از این خاطر علما میگه که اول علم است، بعد از اون دلیلش چی هست. اون پیشتر که مثلا ما و شما گفتیم که دلیل علم چی هست که اول باید علم یاد بگیریم، میگه دلیل قوله تعالی، آیت قرآن هست. فعلم، میگه الله متعال میگه که فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبک. این در آیت قرآن الله متعال گفته فعلم، پس علم حاصل بکو، انه یقینا که لا اله نیست هیچ معبود مستحق، اله چی رو میگن؟ معبودی که مستحق عبادت و اطاعت باشد. خالق متعال الله سبحانه تعالی مستحق دو چیز است. مستحق عبادت است که عبادت شود، تمام عبادت های خدا بر از او بکنیم، و مستحق اطاعت است که تمام احکام از او را اطاعت بکنیم و بالای خود تطبیق بکنیم و بالای زیر دستای خود تطبیق بکنیم و در زمین الله من حیث خلیفه الله این تطبیق بکنیم. اینو اینجا که الله متعال میگه فعلا، پس علم حاصل بکو، انه یقینا که لا اله نیست هیچ معبودی به حقی که مستحق باشه که ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. بعد از این عمل می واستغفر سکو. در این آیت قرآن اول علم گفت، بعد از او چی گفت؟ بعد از او قول گفت. وقتی که اول علم حاصل کردی، بعد از او میگی لا اله الا الله، گپ میزنی که چی مانا لا اله الا الله. بعد از او واستغفر، باز عمل میکنی. پس این عالم میگه که اول چی هست؟ اول علم است. بعد از علم چی هست؟ گپ زدن است. بعد از دعوت. ایناله. پس ایناله ای شد فعلم انه لا اله الا الله. خب عالمیم که معنای لا اله الا الله چی هست؟ معنای لا اله الا الله در اینجا خود ذکر شد. در معنای لا اله الا الله، لا اله، لا نفی میکنن در زبان عربی. لا به معنای نیست. اله یعنی معبود که ذاتش عبادت میشه و احکامش اطاعت میشه. میگن نیست اتو معبودی که ذاتش عبادت شوه و احکامش اطاعت شوه. پس در اینجا نفی شد. چی نفی شد؟ تمام معبودای باطل نفی شد و تمام قانونسازای باطل نفی شد. وقتی که میگی لا اله، تمام معبودای باطلی که مردم اگر مثلا حیوانات عبادت میکنن، بت‌ها را عبادت میکنن، قبرها را عبادت میکنن، پیغمبرها را عبادت میکنن. پیغمبر حق است، اما اگر از پیغمبر کس معبود بسازه، مثل نصرانی ها که عیسی علیه السلام میگه ما عبادت میکنیم، پس عیسی علیه السلام معبود حق نیست. ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. بغیر از الله اگر کسی ملائکه را عبادت بکنه، معبود حق نیست، معبود باطل است. اگر بغیر از الله یک کسی پیغمبر را عبادت بکنه، معبود حق نیست. اگر کسی مثلا حیوانات یا نباتات یا قبر یا چوب یا مجسمه را عبادت. پس در لا اله چی است؟ نفی دو چیز شد. اول نفی معبودای باطل شد، دوم نفی تمام قانونسازای باطل شد. متوجه هستین؟ پس اول انسان مسلمان میگه لا اله، اول مغز خود از معبودای باطل، عقیده خود از اونا پاک میکنه که اونا چلیپا میکشه. معبودای باطل
صلاحیت عبادت ندارن. این نفی کردی. و قانون سازه کسایی که قانون میسازه، اگر قانون جرمنی هست یا امریکا هست، این هم نفی میکنه، میگه این قانون ها هم نفی شد، من کل از را رد میکنم. بعد از این میگه الا الله. در الا الله دو چیز اثبات میکنی. اول اثبات میکنی، اثبات عبادت کی میکنی؟ به الله میکنی که بغیر از الله، که الله معبود حقیقی هست، عبادت فقط مخصوص الله هست. و دوم چی میکنی؟ اثبات حق تعیین احکام به الله. وقتی که قانونهای دیگر را نفی کردی، آل بر ما کی تعیین احکام میکنه؟ الله سبحانه و تعالی. پس این شد معنای لا اله الا الله. یعنی الله متعال میگه فعلم، علم حاصل بکو که نیست هیچ معبودی که مردم معبود مستحق ازی که ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. این میره باید بفهمی. پس این بود درس ما و شما که در اینجا ما و شما در این درس، خلاصه درس امروز ما و شما چی بود؟ که مسائل چی رو فهمیدیم؟ مسائل چارگانه بود که آموختن علم بود، عمل به او علم بود و دعوت به او علم بود و صبر در مقابل مصیبت هایی که شما دعوت میکنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.